موافق اندیشه‌های کارشناسان یکی از بخش‌های پیشبرنده اقتصادیات مملکت و به جای کار تامین نمودن اهالی این ساحه کشاورزی بوده رشد آن سالهای اخیر در سطح استوار قرار دارد. بلند برداشتن مدنیت استحصالات کشاورزی، استفاده عاقلانه آب و زمین و جاری نمودن کشت تکراری گرفتن دو سه حاصل به افزایش محصولات ساحه مساعدت می‌کند. در این روند کار خوب و تدبیرهای سریع کارمندان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه کوشانیان خوب ارزیابی می‌گردد. حجم آبی داده شده در 9 ماه سال جاری 134 میلیارد و 711 هزار متر کوب تشکیل داده شده و خودجگی دهقانی دسترس شده است. در سال جاری در ناحیه بهتر نمودن حالت مرتبی زمین 465 از 1 هکتار زمین‌های به حالت مرتبی غیر قناعتبخش گرفته شده است که تا به امروز 82 هکتار زمین‌ها برای بهتر نمودن حالت مرتبی خوب برای مانده شده است که در این سمت کارهای ادامه دارد. سالی روان کشاورزان ناحیه توسط اساسیاسیون استفاده برندگان آب در میدان 17733 هکتار شرطنامه داد و گرفت آب بسته در برنامه بیلینگی وارد گردیدند. این امکانیت فراهم آورد که کشاورزان سری وقت زراعت کشگردیده را با آب تامین کرده حاصلناکی را افزایش دهند. آنها در همه بخش‌های خواجگیداری کار و موافق مقصد برآ مانده در میدان 10730 هکتار کشت پخته گذرانیده دورنمای آن را بر زیاد اجرا کردند. در سمت کشت تیرماهی سبزیجات نیازی اول از جمله کارتوشکا، پیاز و سبزی در میدان زیاده از 1000 هکتار کشت این زراعت را گذرانیدند که امروزها نشأونمای خوب دارند. برای در ناحیه بهتر نمودن زیاده از 465 هکتار زمین‌های حالت ملیاراتیویشان غیر قناعتبخش کارهای زیادی به انجام رسیده. برای تازه کردن زبور و زهکشو 4 عدد تکنیک مخصوص گردانیده شده فعالیت دارند. رفت تامینات کشاورزان ناحیه با آب پالیزی بهتر نمودن حالت مرتبی زمین‌های کشاورزی، جانوری، مبلغ‌های حق خدمت آبرسانی و پرداخت مبلغ‌های برق، مزد مهنت همه نمود اندازات تحت نظارت همه‌روزه اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه کوشانیان گرفته شده است. در آینده ما نقشه داریم که همین دورنمایی که از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلون مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه کوشانیان میشد، ما خودجگی دهقانی را سر وقت با آب پالیزی تامین نماییم. در ناحیه زیاده از 500 هکتار زمین‌ها طریق دستگاه‌های آبکش برقی آبیاری کرده می‌شوند که کاری آنها در حالت خوب قرار دارند. عین حال رفت تامینات کشاورزان ناحیه با آب پالیزی بهتر نمودن حالت ملیاراتیوی زمین‌های کشاورزی، جمع‌آوری مبلغ‌های خدمت آبرسانی و دیگر مسائل جایداشته ساحه کار موافق مقصد برآ مانده شده. نیت و مقصد دارند که جشن افتخاری ملت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با تحفه‌های ارزنده مهنتی استقبال نمایند. حسن زاده گلیزار، دلیر شریف، نمازعلی ارگش، اخبار ناحیه کوشانیان.